طول 13 ساله اخیر هر یک 10 ساله از 10 ساله پیشین گرمتر شده ایستاده است و گرمشوی اقلیم رو به انکشاف است. یعنی بلندشوی آب اقیانوس جهانی و بحرها می باشد. از لحاظ دیگر با سرعت آبشوی پریخ‌هایی که در شمال کره زمین هستند مشاهده گردیده ایستادند که این یکی از نشانه‌های بلندشوی حرارت سطح کره زمین می باشد. تاثیر تغییریابی اقلیم در کشورهایی که به مثل تاجیکستان، کشورهای کوهسار نهایت برملا مشاهده می گردد. نتیجه اگر از برای مشاهده ها باشد، این هم باشند پریخ ها و ذخیره های برفی که در بالاب هستند که آبشوی آنها، سرعت آبشوی آنها میتواند پیشگویی تغییریابی اقلیم و یا اینکه تاثیر تغییریابی اقلیم را در دوام 10 ساله های معین از روی نتیجه آموزش جنس های مرینوی معین نماید. یکی از عامل هایی که یکی از اندیکاتورهای اساسی که تاثیر تغییریابی اقلیم را برملا برای جامعه آشکار می نماید این پریخ ها می باشند. در پریخ ها در زمان معاصر پریخ ها همچون اندیکاتور اساسی از آن خاطر قبول کرده شدند که همچون ابیکت های طبیعی اونها به محافظت کنکریتی، یعنی دقیقا محافظت نمیشن و همه گونه تاثیرات اونها مشاهده میگردد. نتیجه 10-15 سال اخیر نشان میدهد که از روی معلومات های اگنتی آب و هواشناسی و وزارت انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان و عالمان و کارشناسان ساحه که در حدود جمهوری تاجیکستان زیاده از 1000 پریخ های دارای مساحت خرد علاقه نابود شدند. یعنی که این بار دیگر انعکاس می نماید که همون نتیجه تاثیر تغییریابی اقلیم هست و جهت پیشگیری نمودن آن چاره های مشخص ضرورند. با تفاوت تشبسگاه اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان سازمان ملل متحد 4 قطعنامه قبول نمود. این یکم سال 2003 سال آبی تازه، سالهای 2005-2015 10 ساله عملیات آب برای حیات، سال 2013 دیپلماتی آب، سال 2018-28 10 ساله عمل آب برای رسوا. خب اگر به همین قطعنامه‌های قبول شده نظر نماییم، این پیش از همه ارزش والای مدنیت خلق تاجیک شهادت می‌دهد. یعنی این تشبسات اگر وابسته بود، این تشبسات گواه آن است که تاجیکان در حل مسائل اکولوژی از آن جمله استفاده آب تاریخ تمدنی قدیمی دارند و همین احیای تمدنی قدیمی ما در حل مسائل آبی امکان میدهد که ما در سطح جهانی تشبسات ظاهر نمودیم. این چنین عملی گردانی این تشبسات سینتزی علم رو از دیدگاه‌های گوناگون تقاضا می‌نماید.